یک شاخ گل، برنامه شماره 24. در برنامه امروز ابیاتی از حافظ خواهید شنید. البته به یاد دارید که خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شاعر قرن هشتم است و از سرایندگان به نام ایران که شهرت جهانی دارد. حافظ که لسان الغیبش هم می‌نامیم، از آن جهت حافظ تخلص می‌نموده که قرآن کریم را از حفظ داشته. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز ماهرویان این کار کمتر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید.
گفتم خوشا هوایی کز باغ عشق خیزد، گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید. دختر خاله گل ناز من چار
دختر خاله گل ناز من 14 نیم ساله گل ناز من دختر خاله گل ناز من 14 نیم ساله گل ناز من قربون دلال لب خندون تو شم دختر خاله گل ناز من 14 نیم ساله گل ناز من با او لب خندون به کجا مینگری دختر خاله گل ناز من 14 نیم ساله گل ناز من قربون نگاه کردن چشمون تو شم دختر خاله گل ناز من 14 نیم ساله گل ناز من پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 24 که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای انوشیروان روحانی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان، محلی بیرجندی.